نظم هست. به همین خاطر در تعریف سکولاریسم هم کسانی که حتی اسلامگراهایی که برای سکولاریسم یک تعریف ارائه کردن، با امی تعریف اسلامگراها هم سکولاریسم کفر است. دقت کردین تفاوت بین دموکراسی و بین سکولاریسم در اینجا هست که یک عده از اسلامگراهای خودباخته فکری تعریفی که از دموکراسی ارائه میکنن، بله این تعریف کفر نیست گرچه غلط است، اما امو تعریفی که سکولارهای اسلامگرا از سکولاریسم ارائه میکنن با امو تعریف اسلامگراها هم کفر است. متوجه شدین؟ به همین خاطر اگر یک نفر سکولاریسم را، شعار سکولاریسم را سر میته و تعریف هم که خودش را میکنه، او تعریف هم کفر است، باز دیگه ای براش توجیه تراشیده نمیتونی. مثلا تعریفی که سکولارهای اسلامگرا، بدبختی تمیز که ما در مفاهیم گیر مانیم که ایمان و کفر آوردن جمع کردن. سکولارهای اسلامگرا یعنی کافرهای اسلامگرا، این دقیقاً مخالفه بازی ها شده. سکولارهای اسلامگرا میگن که معنای سکولاریسم، یعنی تعریفی که اونا از سکولاریسم را میکنن است که میگن دولت در مقابل همه ادیان و اعتقادات در یک موقف مشخص قرار داشته باشه. یعنی دولت دین نداشته باشه. ممکن افراد در تحت حاکمیت او دولت دیندار بوده باشن، خود دولت دین نداره. خود دولت به عنوان یک دولت هیچ دین را به رسمیت نمیشناسه. اسلام، مسیحیت هیچ دین را به رسمیت نمیشناسه و برخوردش با ادیان کاملا مساویانه است. یعنی چی؟ یعنی دولت خود دین را به رسمیت نمیشناسه. در اینجا یک عده اتباعش مسلمان هایند، یک عده مسیحی هایند، یک عده یهودی هایند، یک عده هندو هایند، یک عده مثلا مردمان ملحدند، بی دینند. کل از اینها پیش دولت یکیست و این تعریف باز هم کفر است. دقت کردین این تعریف چیست؟ کفر است از چند وجه. وجه اولش، هرگاه یک نظامی اصل حاکمیت الله را نقض بکنه، این کفر است. اساس اسلام بر مبنای چی استوار هست؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله، هیچ الهی به غیر از الله وجود نداره. و اله دو مفهوم داره. یکی اله کسی است که آفریننده باشه، چون کسی که آفریننده نباشه اله شده نمیتونه. این توحید ربوبیت. کسی که آفریننده باشه، همه هستی را خلق کرده باشه و هم هستی را چی بکنه؟ تدبیر بکنه. این یک مفهوم. مفهوم دیگه چیست که اله سزاوار عبادت باشه. با دو مفهوم میشه. یکی که هر عمل به عنوان عبادت که نصیحت کمال تضرع باشه، مستحقش فقط کیست؟ فقط الله تبارک و تعالی. سجده کردن، نذر کردن، قربانی کردن، دعا کردن، همه عبادات مخصوص به الله هست. و یک بخش بسیار مهم و اساسی و کلان دیگه ای که از این بخش عبادت که مفهوم وسیع‌تر داره، بخش حاکمیت است یا توحید حاکمیت. ایده را به مستقل به ذکر میکنن. ایده میگن یک بخشی از مفهوم توحید الوهیت است، یعنی ای که صلاحیت حکم کردن از آن الله است. ان الحکم الا لله. حکم نیست مگر از آن کی؟ معنای گپ چیست؟ حاکمیت تشریعی هم از آن الله است. یعنی این الله است که صلاحیت داره بگه این حلال است، این حرام است، این جایز است، این ناجایز است. این صلاحیت از صلاحیت های کیست؟ از صلاحیت های الله تبارک و تعالی است. و همه فرق و مذاهب و همه جریانات گذشته و آینده اسلامی همه در این مورد متفقند که حاکمیت از آن کیست؟ حاکمیت فقط از آن الله متعال است. به همین خاطر جمله ده که عام مردم هم میفهمند، میگه اگر یک نفر حلال را حرام و حرام را حلال بدانه کافر میشه. چرا؟ چون حاکمیت الله را نقض کردن. دقت کنید مردم عام پرسان میکنه اگر یک نفر حلال را حرام بدانه، حرام حلال چی میشه؟ میگه کافر میشه. چرا کافر میشه؟ به خاطر از اینکه حاکمیت الله را نقض کرده. پس یک حکومت و یک نظامی که زمانی که اصل حاکمیت الله را قبول نداشته باشه، هیچ دین رسمی نداشته باشه، این قطعا یک نظام کفری بواه غیر قابل توجیه است. این سکولارها ادناترین تفسیری که سکولاریسم را میکنن نیست که خود دولت چی نداره؟ دین نداره. یعنی دولت حاکمیت الله را قبول نداره. حاکمیت به کی مسپاره؟ به شعب، به مردم. حاکمیت به مردم مسپاره و بازی مردم اگر مثل به اصطلاح شاخی دموکراسی در اینجا باز تطبیق میشه که اگر مردم گفتن فلانی چیز حلال حلال، اگر گفتن حرام حرام، اگر گفتن جایز جایز، اگر گفتن ناجایز. یعنی امی آیه قرآن کریم که الله متعال میگه ان الحکم الا لله، حکم نیست مگر از آن کی؟ مگر از آن الله. این صلاحیت را به کی قائل میشن؟ به مردم قائل میشن. نقض حاکمیت الله هست. نقض حاکمیت الله هست. و باز یک مردم وقتی این گپ بگی میگن که خب همین شعار خوارج هم بود، ان الحکم الا لله. درست است که این گپ شعار